به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شعله گل خوجا هستم. سلام. قبل از تفسیر خبر گزارش‌های امروز 18 فوریه توجه کنید به سرخط مطالب ما. پیامد سنگریزی لغزش سنگپوره‌های کلان در دهه یوگیدی نویای دروازی ولایت مختار کوهستانی بدخشان سیمخانه‌ها را تخریب کرد. این ایت هوای پری است در نیا زای است بعدی تاومایه است. آخرین منطقه زیر نظارت ظاهراً به زودی جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی از آخرین سکومشان محروم می شوند. امروز طور میبینید 1,500 نفر از محاصره بیرون شدند، ولی هنوز هم در دهه باغوز مردم زیاد بند ماندند. قانون ایپاتека بازبینی شود و یا چرا ساکنان تاجیکستان با این نوع قرض‌های بانکی صاحب خانه شدن نمیتوانند؟ زیاده از 100,000 خانه‌دارهای نو پیدا می شوند. 100,000 خانه‌دار یعنی 100,000 به ما خانه در کار. از سرما به سنگریزی ساکنان نویای دروازی ولایت مختار کوهستانی بدخشان به رفع عاقبت‌های سنگریزی روزی گذشته مشغولند. در سال جاری مردمی نویه باری چندم است که شاهد این آفت طبیعی میشوند. خبرها درباره ریزش سنگ در حال به گوش میرسند که هفته قبل مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفته بودند تنها در یک ماه گذشته 8 نفر در گوشه‌های مختلف تاجیکستان زیر ترمه مانده و هلاک شدند. کاربران آزادی ویدیو با فرستادن نوار از نویه درواز گفتند اگر سنگریزی اخیر در روزهای درسی به عمل می آمد پیامدی ناگوار می داشت. هوایی ایم جو پریا سومایسه دریا زای است بعد دریا. ریزش سنگپاره‌های بزرگ به بالای مکتب تحصیلات همگانی ناحیه درواز ساعت 6 صبح 17 فوریه رخ داده است. در پی سنگریزی قسم از بینای مکتب رقم 6 به نام سروری امیرجانی دهه یوگیت تخریب شد. طور ساکنان محلی خبر دادند اساساً 3 صنفخانه مکتب ضرر دیدند. همچنین در داخل بینای این مکتب کودکستان نیز عمل میکرد که از این آفتی طبیعی آسیب دید. به گفته ساکنان در مکتب مذکور صدها خواننده تحصیل میکنند. خوشبختانه ریزش سنگ در روز یکشنبه اتفاق افتاد و تلفات جانی را در پی نداشت. هرچند به ادامه تحصیل مکتب بچه ها در دهه یوگیت تاثیر رساند. ساکنان میگویند تقریباً 10 سال پیش شاهدی همین گونه سنگریزی شده بودند و از خطر این آفتی طبیعی نگرانند. ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستانی بدخشان یکی از مناطق آسیب پذیر از آفت‌های طبیعی محسوب می‌یابد. هفته گذشته ریزش سنگ‌ها از کوه در دهه سنگیوی ناحیه منزل یک خانواده را تخریب کرده راه ماشینگرد را نیز قسماً ویران نمود. بعداً با کمک کمیته حالت‌های فوق‌العاده و ساکنان محلی حرکت نقلیات دوباره برقرار گردید. گزارش مذکور با مساعدت کاربران رادیو آزادی امکان پذیر شد. سپاس فراوان برای همکاری. اگر شما نیز می‌خواهید در تهیه برنامه خبری مساعدت کنید رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطررسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست بلکه خبر و عکس و نوارای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید با رقم پلوس 420 724 056 681 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات با شما تماس میگیریم. مقامات انتظامی تاجیکستان یک افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی را دستگیر کردند. فرهاد نورخانов افسر ریاست امور داخلی شهر دوشنبه به شکنجه و سوء استفاده از مقام متهم می شود. فرهاد نورخانov و 2 کارمند شعبه کوفتکاو جنایی به آن گمان برمی شوند که با افتتاح پرونده ساخته به ضد یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار رشوه خواستند. حمزه صالحیف جبردیده در این پرونده از این پیشتر به رادیو آزادی گفت که افسران میلیسا او را عذاب و شکنجه داده خواستند که اتهام حفظ و قاچاق مواد مخدر را بر دوش بگیرند. در دوستانی کل گفتند که فرهاد نورخانov روزهای نزدیک با جبردیده روبرو کرده می شود. نشر خبرها درباره شکنجه و بدمعاملگی میلیساهای تاجیک در حالی است که وزارت امور داخلی در این اواخر برای دیگر کردن ایمیج آنها و بالا بردن آبرویشان در جامعه تلاش میکند. اگر چند پیش بعد فرمان وزیر امور داخلی افسران میلیسا به تئاتر رفتند، من بعد به کتابخانه میروند. همکاران ما از تلویزیون نسای شیوریم در این باره گزارش آماده نمودند و آن را عبدالله اشورف تقدیم میکند.
در شعبه‌های میلیسه‌ای که کتابخانه باز کردند، همه کارمندان شروع از رهبریت تا میلیسه قطاری حتما برای کتابخانه می‌روند. کتابدار در دفتر مخصوص آمد و رفت میلیسه ها و نام کتاب‌های مطالعه کردهشان را ثبت می‌کند. همچنین قید می‌شود که کتاب در چه مدت خوانده شده است. مطالعه ادبیات صفر کسبی و یا روزنامه ممکن نیست. از میلیسه ها تقاضا می‌شود برای رشد جهان بینی و کتاب‌های رئیس جمهور و ادبیات بدیعی توجه کنند. در اینجا کارت‌های مخصوص است. هر یک بخش رهبر خود را دارد. از آنها پرسیده می شود که چی تعداد از زیر دستانشان از کتابخانه استفاده کردند. همه این فعالیت ما نظارت می‌شود. میلیسه ها باید در وقت فارغ از کار به کتابخانه بروند. به گفته یکی از کتابداران، کارمندان حفظ حقوق اکثرا به وقت نوبتداری و یا نبودن یگان حادثه پشت کتاب میشینند. هر 3 ماه دانش‌های اندوخته میلیسه ها را امتحان میکنند. Ежемесячно берут отчеты, дают отчеты о том, что кто сколько هر ماه художественных книг درباره прочитал. شماره کتاب‌های بدیعی خوانده شده مؤلف و نشریات حسابات داده می شود. بر علاوه امتحان‌های تخصصی نیز هست. قبل از آن که کارمندان حفظ حقوق صاحب رتبه شوند، حتما Прежде чем امتحان получить می‌سپارند. звание или передвижение по должности, сотрудники правоохранительных органов Таджикистана обязательно должны сдавать тесты. بر علاوه رفتن به کتابخانه، کارمندان میلیسه باید فرصت یافته زبان انگلیسی هم آموزند. دانستن زبان خارجی برای معاشرت با جهانگردان ضرور است. ضمناً در دایره برنامه اصلاح میلیسیا در 2 سال اخیر وزارت کارهای داخلی برای تغییر دادن چهره کارمندانش به یک پلیس زمانوی چند اقدام پیاده کرد. بیشتر از 10 میلیسه را برای فربهی از کار راندند. 10 میلیسه دیگر برای خراب شدن هشدار گرفتند و بر اساس مقررات هر کارمند میلیسه ماه یک بار باید به تئاتر برود. و بینندگان عزیز، اکنون توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روز 12 فوریه بخش اول سلسله گزارشی تاریخی را زیر عنوان ریگ آمو 300 سال نخست اسلام در ماورا هنر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوالای خود را ارائه نمایید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. آخر هفته گذشته در سوریه عملیات بر ضد سلاح بدستان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی ادامه داشت و به نظر می رسد که به زودی جنگجویان از آخرین استحکامشان محروم می شوند. اکنون بسیاری ها این سوال را مطرح می کنند که بعد بیرونشوی سربازان امریکا از سوریه سرنوشت باشندگان این استحکام و نیروهای کرد که با دهشت‌افکنان دست به گریبان هستند چه خواهد شد؟ نبرد با جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و یا داعش در آخرین منطقه زیر نظارت دهشت‌افکنان ادامه دارد. حالا طبق اخبار رسیده، قلمرو زیر نظارت جنگجویان به همگی 700 متر مربع برابر است. فرماندهان نیروهای زیر نظارت کردها میگویند هزارها ساکن در منطقه بند مانده و جنگجویان آنها را همچون سپر زنده استفاده میبرند. امروز طور میبینید 1,500 نفر از محاصره بیرون شدند، ولی هنوز هم در دهه باغوز مردم زیاد بند ماندند. ما و نیروهایمان تلاش خواهیم کرد که مردم آسایشته را از برخوردها ایمن نگاه داریم. ظاهراً مسئله فقط روی آن است که کی این منطقه تحت تصرف کامل ائتلاف ضد داعش قرار میگیرد. روز شنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از کشورهای اروپایی درخواست نمود که صدها جنگجوی اسیر افتاده داعش را به وطنهایشان انتقال داده آنها را محاکمه و مجازات کنند. با گفت رئیس جمهور آمریکا، متفقان اروپایی در جنگ با داعش به قدر کافی فعال نیستند و اگر آنها اسیرانشان را نگیرند، جنگجویان بالاخره آزاد شده کوچه های اروپا را ناآرام می کنند. به قبل شارحان، اشغال آخرین استحکام داعش معنای شکست کامل این گروه دهشت‌افکن را نخواهد داشت، زیرا وقت داعش در قلمرو عراق منطقه ها را یک پی هم از دست داد، آنها به پنهانکاری گذشته همانا هر سری چند وقت حمله هایشان را ادامه می دهند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در عراق و سوریه تا 18,000 سلاح به دست داعش پناهگاه یافتند. بر علاوه سوالهای زیادی درباره سرنوشت کردها در میان است.
ایالات متحده آمریکا آنها را متفق اساسی در مقاومت با داعش ارزیابی نموده با سلاح و مشاوران و کمک هوایی تأمین میکرد. ترکیه کردها را تروریست مینامد. در نوبت خود کردها با نظرداشت بیرونشوی احتمالی ایالات متحده آمریکا از سوریه به همکاری زیجتر با روسیه و پرزیدنت سوریه بشار الاسد میل نشان میدهند. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. در تاجیکستانی که بیش از 9 میلیون اهالی دارد همگی 19 نفر بیخانه و در ثبت نام شدند. این رقم را گلنوره حسنزاده رئیس اجنسی امور تاجیکستان دیروز در نشست خبری اعلام کرد. هرچند گفته شد آمار مذکور از سال 2010 به این طرف تکمیل یا عوض نشده است، این رقم را خبرنگارانی که همه روزه از وضع بد اقتصادی و گرانی منزل در کشور گزارش می نویسند زیر شبهه بردند. ضمناً محض بیخانگی باعث آن شد که اخیراً یک گروه زنان و مادران به شهردار دوشنبه مراجعت کنند. زرانگیز نوروز شاه با تفصیلات بیشتر. هر سال نیاز به منزل در تاجیکستان می افزاید. به اقرار وکیلان پارلمان سال به سال این به یک مسئله مبرم تبدیل می یابد و باید چاره اندیشی شود. که مردم تاجیکستان از 2 تا 4% هر سال زیاد می شود. زیاده از 100,000 خانه‌دارهای نو پیدا می شوند. 100,000 خانه‌دار یعنی 100,000 به ما خانه در کار است. در دوشنبه و اطراف آن خانه‌سازها هر یک مربع را به حساب میانه از 450 تا 600 دلار می فروشند. حد میانه معاش تا 1200 سومانی است. نرخ منزل به اقرار ساکنان هنوز بالا و دستنورس است. مصاحبه مثال خانه خود شاید به طریق قرض یعنی ایپوتека من فکر میکنم باید حد اقل معاش حد اقلا 600 مثال 700 دلار باشد. شهناز شریف و هر روز با هوس اعلان خانه های فروشی را از نظر میگذراند. او توانی خرید خانه را ندارد. میخواست ایپوتека بگیرد. اقل ماهش باید مثال 300-400 دلار پرداخت کنیم. بانک ملی حساب میانه بهره های ایپوتکی را 18% گفته است. بانک های تجارتی خواهش پایین آوردن قرض های ایپوتکی را دارند، اما مقررات دستی آنها را بسته است. بانک ملی معیارهایی هست که باید مثلا از این بالا پایین نشود. به همین خاطر دست بانک ها وابسته نیست که از نزد خشم مثلا یک درصد را پیشنهاد کنند. سال 2018 بانک های تاجیکستان زیاده از 129 میلیون سومانی ایپوتeka دادند. ایپوتeka یکی از بخش های نظرناگیر بانکداری تاجیکستان است. شرط های دادن آن هم برای ساکنان سنگینی می کند. حد اکثر ایپوتeka یا قرض برای خانه تا 250,000 سومانی است و در بیشتر موارد بانک ها تقاضای پیش پرداخت 30% نرخ منزل را دارند. وکیلان پارلمان بر اینند که بانک های تاجیکستان حالا نمی توانند به مهلت زیاد برای مشتری ها قرض پیشنهاد کنند. پسندازهای مردم ما تا 3 سال هستند. یعنی از حساب پسندازها مثلا ساختارهای بانکی ما نمیتوانند که به مردم از 5 تا 20 سال 25 سال یعنی قرض بدهند. اقتصادشناسان میگویند با فایز پس تامین کردن ایپوتeka باید صلاحیت ساختاری مخصوص دولتی باشد که ساحه ایپوتeka را دستگیری کند. تمام جهان عادتاً برای چنین فایزهای پس تامین کردن ساختارهای دولتی برپا می‌گردند که ماندات وظیفه اساسیشان رشدی عیناً همین ساحه ایپوتکی است. شهنازه با یک گروه زنان همراه شده است که در یک مکتوبی دست جمعانه از مقامات خواستند بهره‌های ایپوتکی را پایین برند. امیدوار است صدای آنها به گوش دولتداران میرسد و از بیخانگی چندین ساله رها می‌یابد. و یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشکاران تاجیک از جام اروپا اوید به جودو میان نوجوانان تا 21 ساله که روزهای 16 و 17 فوریه در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار شد با یک مدال برنجی برمیگردند. پهلوان تاجیک محمد رضا قوتов در وزن زیر 60 کیلو جای سوم را کسب کرد. در این مسابقات دو زاده تاجیکستان که روسیه را نمایندگی میکردند مدال طلا و یک نفر مدال برنجی به دست آوردند. برنامه خبری رو برای امروز خاتمه میکنیم. مطالبی از این بیشتر رو در سامانه www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب برای شما. صبح فردا تماشای نویدی بامدادی از یادتان نرود. ما شما را منتظر میشویم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.